وقت بخیر. امروز اومدیم با آموزش یکی از پرکاربردترین برنامه‌های نرم افزارهایی به اسم کیسمت. یکی از بهترین ابزارهای موجود برای تحلیل و نظارت در شبکه‌های بیسیم است. این ابزار به متخصصان امنیت سایبری و مدیران شبکه امکان می‌دهد تا از امنیت شبکه‌های خود اطمینان حاصل کنند و مشکلات وی و آسیب‌پذیری‌های موجود را شناسایی کنند. قابلیت‌های مانند پشتیبانی از چند پروتکل را رابط کاربری گرافیکی و توانایی شناسایی حملات مشکوک کیسمت را به انتخاب ایدئال برای تحلیل شبکه‌های بیسیم تبدیل کرده است. کیسمت فقط روی لینوکس و ویندوز نصب می شود. کیسمت محدودیت داره، نیاز به کارت شبکه داره، تمرکز بر شنود داره، نیاز به دانش تخصصی داره، دانش کافی در زمینه شبکه‌های بیسیم و امنیت است. پشتیبانی از رمزگذاری داره کیسمت و اینی که کیسمت خیلی از ویژگی‌های دیگه‌ای داره. اگر که کیسمت پرکاربردترین ابزارهای متن باز برای شبکه است. خب و اینی که من خلاصش میکنم، اگه به دنبال ابزارهای جامعه و منبع باز برای تحلیل شبکه بیسیم هستین، کیسمت یک گزینه برجسته است که میتواند نیازهای شما را به بهترین شکل برآورده کند. من خلاصش کردم که زیاد نشه. اگر که آموزش کامل نرم افزار کیسمت رو میخواین پیج ما رو فالو کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین و پیام بدین. ما این آموزش رو کامل شد در اختیار شماها میذاریم.